اگر پدر ورزشگر باشد فرزند ورزشگر می شود، فرزند سالم می شود. ولی اگر مادر ورزشگر شود جامعه سالم می شود. ورزش به زن نیرو، سلامتی و اعتمادی بیشتر می بخشد. زنان با اشتراک فعال در ورزش نشان می دهند که قدرت، اراده و زیبایی می تواند هم نفس باشد. ورزش نه تنها تن را بلکه روح را نیز توانا می سازد و برای زندگی سالم و تنومند زمینه می گذارد. جورایeva فرانگیز مادر، طبیب، اندوکرینولوگ و دیتولوگ و همزمان راهبر ساحه ضد دوپینگی کمیته ملی المپی می باشد. مهنت روزانه او نشان می دهد که چگونه یک زن می تواند هم مادر باشد، هم متخصص ورزیده و هم راهبر فعال و مسئولیت شناس. فرانگیز هر صبح به جای کار مادرش می رود تا از وضع سلامتی او برخوردار باشد. جورایeva سعادت از متخصصان خوب ساحه طب است. مادرش می گوید فرانگیز در ساحه طب در شهر مسکو کار و فعالیت خوب داشت و برگشتنش به وطن حکایه مخصوص دارد. وقتی کووید با آمد که من بستری شده بودم در بیمارخانه، از اون وقت وقت که تو شما نصب نشوید من نمیرم گفتم. با همین سبب همینجا بماند. بعد چند وقت که گذشت یک قرار با آمد که من سوی ورزش بمیرم، همونجا با کار میکنم. گفتم از کدوم سبب بیرون با کافیدر و همینجا با درس میدونم و انیورسیتت با کار میکنم، لیکن من گفت که نیما حرکت میکنم که همین ورزشکار و یاردم کنم. اگر که وحو یگان وقتی من وحو با زخم گیرم یگان نوخشی کردد که من یاردم کده تونم، چون که این وقتی که مسکو بود циклові нутриціологія, درباره میکروالمنت ها, درباره پرهیزی همش گذشتگی بود. اقدامی عالی و خیلی جالب. فرانگیز به ورزشگران چگونه کمک کرده می توانست؟ حالا در کجا و چه کارها را به ثمر می رساند؟ یک واخوری داشتیم با یک نماینده کمیته ملی المپی. بعد از همون واخوری ما با یک خلاصه آمدیم که متخصص همین ساحه نیست و کار کمی مشکل در این ساحه، ولی برای من خیلی شوق‌آور بود، برای که ساحه ورزش، دنیای ورزش عموما دیگر است. این یک دنیای عجیب. اینجا کمیته ملی المپی تاجیکستان. فرانگیز غیر آن که در بیمارخانه کار و فعالیت دارد، همچنین متخصص خوب سمت مبارزه با دوپینگ است. در اینجا کار و فعالیت، اویدی مسئله ضد دوپینگی، اویدی تیاری ورزشکارا، اویدی گذراندن سمینارهای آموزشی درباره دوپینگ، درباره موادهای منع شده، درباره داروباروهایی که استفاده برده ممکن است و یا اینکه منع هستند. دوپینگ مسئله خیلی جدی در ساحه ورزش است که متاسفانه امروز میان جامعه ورزشی جهان به قول ریشه زده است. زیادی از ورزشگران با این عامل فعالیت ورزشیشان زیر خطر رفت و اکثریت دیگر را با کلی از ورزش دور کرد. آژانس جهانی ضد دوپینگ همه روزه مبارزه های خود را در این سمت ادامه می دهد.
امروز دوپینگ داغی روزی ورزشگرا است متاسفانه در تمام دنیا، برای اینکه بازار فارماسوتی هر روز 1 میلیون داروی نو استحصال میکند، هر روز 1 مواد نو استحصال میکند و نه همه آنها با سلامتی و خوبی کار استفاده برده می شود. از همین سبب ما همچون کارگرای ساحه هم تیپ هم ورزش کار و فعالیت ما برای ورزش تازه، برای رقابت تازه. از این سبب هم پیشگیری یگان خطاگی ورزشگران اگر گویم می شود و فهماندهی زیاد از خردسالی تا ورزشگرای کسبی. بعد از سفرها به مملکت‌های خارج برای تحکیم اختصاص و برداشت تجربه برای فرانگیز قدم استوار برای مستحکم کردن مبارزه برای دوپینگ در کشور باشد. اشتراک در سمینارهای مخصوص در کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تایلند و چندین کشورهای دیگر عامل رشد کسبیتی فرانگیز در سمت مبارزه با دوپینگ گردید. تا این دم در تاجیکستان نهاد مخصوص مبارزه با دوپینگ نبود. خوشبختانه از سال 2024 با از طرف حکومت قرار امضا شد برای تأسیس دهی مرکز ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان. این یک قدم کلان در این ساحه، یک دستاورد بی‌نظیر است و ما میتونیم ورزشگرامون حمایت کنیم در پیش قانون ورزشی، در پیش قانون آژانسی ضد دوپینگی عمومی جهانی و میتونیم گفتن که ورزشگرای ما علاقه میدونن دوپینگ چیست، چی را استفاده بردن ممکن است، از چی دست کشیدن لازم است، به خاطر ناموس خودشان، به خاطر سربلندی ملت و دولت. حالا رسما نهادی مذکور فعالیت خود را آغاز نکرده است، ولی آمادگی ها خیلی جدی می باشند. از ماه ینور سال آینده کار و فعالیت مرکز ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان سر می شود. این یک قدم کلان، یک مراسم کلان باید شود که مرکز خود ما کشاده شوی دارد. فکر میکنم که خیلی دستاوردها، خیلی پیشروی ها بعد از سرشوی کار و فعالیت مرکز بسیار چیزا دیگرگون می شوند. معلمه همچون یک راهبری مهربان، عاقله و دانا می باشند. در موردهای کاری البته هستند موردهای نافهمایی یا یگان نارسایی یگان چیز، البته ما همه وقت از معلمه پرسان میشویم. بعدی مشورت و مصلحت معلمه باز به کار شروع میکنیم. ما کارمندان ضد دوپینگی با ورزشگران داخلی و خارجی همکاری داریم. البته در این بین یک قطار مشکلی هم به وجود میآید. ما همه وقت تکیه به معلمه میکنیم. با نزدیکی در ماه نوامبر ما سفربر شده بودیم بر شهر بانکوک برای آموزشی در ضد دوپینگی جهانی. یک قطار تغییرات ها وارد شده بودند. برای آموزش ما به شهر بانکوک سفربر شده بودیم و بعد از آموزش باز برگشتیم. در سفر و در آموزش در کورس ها همه وقت من تکیه به معلمه میکردم. البته به همگان معلوم است که در جمهوری ما یک قطار مسابقه های بین المللی میگذرند، گذشته ایستادند. در همه اینها ساختار یا اینکه سمت ما کار و فعالیت میکند و خرسندی در آن است که ما به یگان خطایی راه نداده ایم. در اینجا ورزشگران تمام جهان اشتراک میکنند و خیلی که در بالا گفتم همه وقت
ما با معلمه تکیه میکنیم. کار در این سمت و مناسبت کلکتیوی برای فرنگیز از همه چیزی مهم است. در کمیته ملی المپیایی تاجیکستان تمام شرایط‌ها بهر پیشبرد کار آماده است و در مدت چند سال کار در این نهاد فرنگیز از مناسبت میان همکاران توصیف زیادی کرد. همه مثل یک عائله و مشکلات جدی هم در رفت کار به نظر نمی رسد. مشکل نیست، راستی گپ یگان بار مشکلی ندیدم، حسیاتی مشکلی هم نبود، به سببی که همه کارگرای کمیته ملی المپی همچون عائله هستند. در اینجا خودم را یگان روز هم بیگانه حس نکردم، همچون که در درون خانه خودتون می‌دارید. هر روز که کار می‌بینید، یک روز نبینید به یگان جا سفر کنیم اگر یک چیز نمی‌رسد، می‌فهمید که همین یک تاشون جایشان خالی است. اگر که به سفر اینا یا در سفر باشن کارگرا یا ما در سفر باشیم، از همین سبب ممکن که یگان مشکلی نبود، هم دیگر فهمی بود، یاردن بود، هم از طرف رهبریت دائما، هم از طرف کارمندان نبود حالتی که نمیدونم خودت حل کن یا که خودت فهم نبود. در همه جا دستم را گرفتن، در همه جا یاردم کردن، فهماندگی بود. برای که دوباره تکرار میکنم که ساحه ورزش عموما دنیای دیگر است. با فرنگیز زیاده از 8 سال میشود دوست هستیم. سبب اساسی کار و فعالیت فرنگیز جورایی و شناسایی از من سر شد. وقتی که من با این کس شناس شدم، از تجربه طبی این کس با خبر شدم، پیشنهاد کردم که اگر شما سهم خود را و همون لیاقت دکتری خود را در ساحه ورزش، در سمت طب در ورزش، پسیکولوگ و در سمت دوپینگ کنترل و ما دستگیری کنیم، ما در آینده باور داریم که تاجیکستان این چیز را به خوبی به فایده شما هم برمیگرداند. طول 5 سال ما در جایگی که من خود از طبق آیین‌نامه‌ای کمیته ملی المپی، من هم دیرکتور گنرال کمیته ملی المپی هستم و هم جواب دهنده ضد دوپینگی بودم. در حالتی که فرنگیز کار را شروع کرد، ما این بند ضد دوپینگی را با فرنگیز جورایی و پیشنهاد کردیم و از سال 2024 از سال 2023 فرنگیز اگر خطا نکنه با ما کار و فعالیت میکنه. در اصل اختصاص فرنگیز در دانشگاه و کار در مسکو با مسئله دوپینگ هیچ ربطی نداشت. او در اختصاص اندوکرینولوژی و دیتولوژی تحصیل و کار کرده است. آموزش دوپینگ و کار در این سمت یک چیزی نو در حیات او بود. از کسب انتخاب نمودم یگان بار پشیمانی ندیدم، نکشیدم، ولی بود حالت‌هایی که خواستم باز یک چیزی نو را آموزم. اولین ساحه من اندوکرینولوژی بود، در مسکو قوش و دیتولوژی همچون باز یک کسبیتی نو بود. یک چند ساحه تیپ که با آنها من شوقیت داشتم و میخواستم بیاموزم. من و یارم هم آموختم، همچون طبیبی اوزی، دیاگنوستیکا، نمودهای تشخیصی اوزی و طبیبی پوست، بیماری های پوست، درماتوینرولوگ، بعد از آن کسمتولوژی. ولی بسیار چیز هست که بسیار دیپلوما، بسیار ساحه ها که من شوق دارم و آموختن فکر میکنم چیزی خوب است. من هم کوشش میکنم که فرزندم هر روز کتاب خوانی کند، هم من کتاب خوانی میکنم. دنیای علمم یک چیزی شوق‌آور است و چون که هر روز در دنیا نوگونی‌ها زیاد شده ایستادن، ما هم میخوایم از دنیا قفا نمونیم، هر روز به همین نوگونی‌ها برسیم، قدم به قدم برسیم، هم ساحه طب، هم ساحه ضد دوپینگی، هم ساحه علم عموما.
зане ки дар соҳаи тиб дар варзиш кор мекунанд, ман баҳои баланд метиҳам ва сидқан барои донистани як чизи нав дар соҳаи варзиш, дар соҳаи тиб дар варзиш ва ҳаракатҳои хуб дорад ва ман бовар дорам ки солҳои наздик зидди допингии моҳанӣ дар арсали ҷаҳонӣ мақоми худша меёвад. имрӯз ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат, бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин худ президенти Кумитаи Миллии Олимпия аст, бо дастгирии пешвои муаззами миллат имрӯз муассисаи давлатии зидди допингӣ кушода шуд. ман бовар дорам ки ин кас боз кори худро, фаъолияти худро зиёдтар мекунад. дар оянда самти допинг, самти тиб дар варзиш як фаъол дар ҷомеаи мо нишон медиҳад. хулас, зиндагӣ доим дар ҳаракат ба Фарангиз ҳар рӯз нерӯи нав мебахшад. ҳамчунин ӯ соҳиби фарзанд аст ва тарбияи фарзанд барои ӯ реҷаи алоҳида мебошад. ҳамчун ҳама модаро, ҳамчун ҳама занҳо, ман ҳам нақшаи рӯз дорам, нақшаи корӣ гӯё мешавад, ки кай бедор шудан, кӯдака бедор кардан ба мактаб. вале хушбахттарин модар ҳастам, ки фарзанди ман хело соҳибихтиёр аст. мумкин ба сабаби ки вақти кориам дар Москав хеле зиёд буд ва фарзандам маҷбур буд ки соҳибихтиёр шавад. аз ҳамин сабаб масъалаи фарзандамро агар фикр кунем, хело модари озод ҳастамам гӯям мешавад. вале фарзандам мактабхон аст, соатҳои 3-4 аз мактаб бармегардад ва ба варзишани машғул аст. баъд аз омадан аз мактаб дар хона хӯрок мехӯрад. ман кӯшиш мекунам ки доимо дар хона хӯроки гарм бошад. фарқ нест ки кай ба хона бармегардам, мумкин ки нисфи шаб ба сабаби кор ва бояд кӯдак хӯрок дошта бошад. хӯрок мехӯрад, ба машқи варзишиш меравад. дар толори варзишӣ айни замон теквандо машқ карда истодааст, то ин вақт бокс машқ мекард. ман ҳамчун модар мебинам дар кадом соҳа шавқият дорад. бисёр вақт кӯшиш мекунам ки ба мусобиқаҳо ҳатман равад. дар ҳама мусобиқаҳое ки писараш иштирок мекунад, ҳатман дар минбар модараш ӯро ҳам мухлисӣ ва ҳам рӯҳия мебахшад. баъде ки сар кард ба ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ рафтан, ки дар дохили Тоҷикистон мегузаранд, сатҳи дидани ҳамин дунё камтар дигар шуд. мебинам дар чашмояш, мебинам шавқаташро. мешавад ҳолатҳое ки агар пештар як худаш тоқа мерафт, ҳозир мегӯд ки модарҷон, мумкин аст ки ман ҳамсинфонамро гирам ё ягонта ҷураамро гирам қадим, ки ваёяни бинанд чӣ гап. гуфтам бале, иҷозат. то ҳадди имконе ки метонем, фикр мекунам ки фарзандомон, кӯдако бояд ба ҳамин чиз машғулияташон зиёдтар бошад, барое ки ҳам пешгирӣ аз бисёр қадамҳои ногавор, бисёр қадамҳои нотуғри, варзиш нодуруст, бисёр қадамҳои нодуруст варзиш нигоҳ медорад.
در وقت خولگی کوشش میکنیم که وقت یابیم با ورزشگاه بیایم، برای که ورزش گروی سلامتی است. نه تنها دکتر داروری میتوند یاردم کند به مردم سلامت ایستادن، یاش ایستادن. اینجا تالاری ورزشی است. با رژه معین فرانگیز وقت می‌یابد و برای آب و تاب بدن به تالاری ورزشی می‌رود. او از نقشه معین کار می‌گیرد و ببینید که چه خیلی زیبا و جوان به نظر می‌رسد. ورزشگری کسبی نیستم و نبودم به سببی که اویلای ورزشگرا نبودیم، ولی کوشش میکنم که تا حد امکان وقت یابم نوابسته از کاری زیاد، از سفرهای کاری، از ورزش دور نشویم. در یک هفته کمش 3-4 مرتبه به تالاری ورزش داخل شویم، مشق‌های ورزشی کنیم. یک چند وقت که برای که به ورزش فکر میکنم سلامتی، نگاهبینی سلامتی خیلی مشکل است. تنها به داروری نمی شود و این چیز مخفی نیست که بعد از 25-30 علاقه ارگانیسم آدم طلب کننده هست به یگان مشق‌های ورزشی. تا همون لحظه که بدن آدم حرکت دارد، تا همون لحظه آدم زنده است. و همین سبب گرچنده که ما حرکت میکنیم، گرچنده که ما با مشق مشغول میشویم، هم زنده، هم سلامت، هم جوان باوری دارم که میمونیم. تمرین کردن یکی از جزئیات‌های مهم در حیات قهرمانی ما است. می شود حالت‌هایی که سفرهای کاری، در سفرهای کاری هم در همه مهمانخانه‌ها هست تالارهای ورزشی و ما کوشش میکنیم وقت جدا میکنیم، وقت میابیم که در بیرون از جمهوری هم از ورزش دور نشویم. همین چیز خیلی مهم شد در وقت و رفت کار، در وقت رفت زندگی که تالارهای ورزشی در همه جا هستند و از ورزش دور نشدن خیلی آسان شد. من همچون زن، همچون کارگری ساحه تیب، همچون کارگری ساحه تیبی ورزشی با همه زنها توصیه میدهم که با ورزش مشغول شوند، برای آن که ورزش نه تنها گروی سلامتی است، برای زن مهمش خوشرویی، زیبایی، یاش ماندن، جوان ماندن. همینطور گفته می توانیم که زندگی فرانگیز با ورزش علاقمندی خاص دارد. برای سالم نگاه داشتن خود و ورزشگران کوشش هایش ادامه دارند و امیدواریم که نتیجه زحمت های اون نه تنها به خودش بلکه به فضای ورزشی کشور تأثیر مثبت میگذارد.